گلی که بوی ندارد به وی چمن حیف است. گلی که بوی ندارد به وی چمن حیف است. دلی که عشق ندارد به وی بدن حیف است. سری که سجده ندارد به او کفن حیف است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان دل، امروز در ماه شریف رمضان، در ماه رحمت و مغفرت قرار داریم. از الله متعال خواهان هستم که این ماه برای جمیع مسلمان ها ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه برکت نصیب روزی بگرداند و الله در این ماه همه امت اسلام را از مشکلات، از همه بیماری ها نجات بدهد. آمین. جناب پیامبر روز به اصحاب خود یک سخنوری کرد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می‌فرماید هر وقت شما بر روضه های از ریاض جنت گذر کردید، از اون استفاده کنید. اصحاب گفتند یا رسول الله، در این دنیا باغ‌های جنت در کجا حضور دارند؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود روضة من ریاض الجنه این حلقه های ذکر است. در هر جایی که یاد خدا کرده می شود خود را در اونجا حاضر کنید. حضرت گفتند به همین خاطر عزیزان دل، هر کجا که ذکر یاد خدا شود، بهترین مسلمان همون مسلمانی است که در اونجا خود را حضور میکند و بدترین مسلمان همون مسلمانی هست که اون مکان را الله بد میبیند و لیکن اون انسان خودش در اونجا پیدا میکند. بسیار گویم جای حسرت و ندامت هم است. امروز جوان مسلمان، چه مرد باشد چه زن باشد، اکثریتش عمر خود را در راه لهو و لعب میگذراند، لیکن از خدا و از پیامبر، از تعلیمات اسلام ما دور ماندگی هستیم. به همین خاطر برادر و خواهر عزیز، با یک توجه همچه یک برادر غمخوار به شما مراجعت میکنم که در هر کجا که باشه قال الله قال رسول تعلیم اسلام برای زندگی خود بگیرید، زیرا این دنیا اندکی است. این دنیا برای ما و شما ابدی نیست. ما را الله متعال در این دنیا همچی یک مهمان آفریده است، باید ما مهمانی به آداب نباشیم. خداوند متعال من و شما را امتحان میگیرد. به همین خاطر کوشش کنیم از این حدیث پیامبر یک تعلیم بگیریم. این است که در هر کجایی که یاد الله کرده میشه، قال الله قال رسول گفته میشه، خود را در اونجا حاضر کنیم. در وقتای بیکاری فرصت غنیمت دانسته ذکر یاد خدا کنیم تا که الله متعال رحمت خودش را مثل باران به سر ما ریزانده کنه. هر جا که ذکر خدا کرده شود دعا در اونجا مستجاب می شود. از الله متعال خواهان هستم که همه امت اسلام را به ذکر یاد خدا کردن مائل بگرداند. آمین.